بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه روز جمعه کروناویروس 4 شعبان سال 1441 هجری موافق به 27 مارس سال 2020 میلادی. بعد حمد و ثنا بر خدا و صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و سلم. ای آدمان، من کروناویروس امروز خطیب شما هستم از بالای منبرهای تمام دنیا. پس گوش کنید و درک کنید، شاید که نامه پروردگارتان را فهمید. ای آدمان، من یک سرباز خردککی از لشکر خدا هستم که مرا خداوند به سوی شما چون بیم دهنده فرستاده است. شما مرا از سبب نهایت خرد بودنم نمی بینید، لیکن خداوند مرا بر تمام انسانیت سلطنت داده است. ببینید که دولت‌های ابرقدرت با من جنگ اعلان کردند و من رهبران دولت‌ها را در کرانتین گذاشتم، آدمان را در خانه‌هایشان محبوس کردم و من کارهایشان را باز داشتم و دلها را پر از ترس کردم، حتی اینکه مسجدها بسته شدند. امروز حتی از خطبه امامهایتان محروم گشته اید. برای کافران ضعف و عجزشان را نشان میدهم که ادعای قدرتمندی میکردند و من حجت خداوند بر ضد آنها هستم. برای مؤمنان باشد سخن دیگر دارم. به آنها گفتنی هستم که من برای جسدهای شما تنها کسلی نیستم، بلکه من دوایی هستم برای دلهای غافل شما. من رسول هستم از طرف محبوب دلهای شما. من برای غفلت شما و دوری شما از خدا علاج و شفای هستم و اینها کسلی هایی هستند که بر دلهای شما تأثیر کرده است که می بایست معالجه شوند. ای مؤمنان، من نشانه از نشانه های خدا هستم که ایمان مؤمنان را زیاد می گرداند. همچنین دلهایی را که به دنیا مهر بستند و از طاعت و ذکر خدا دور گشتند و به فسق و فجور دست زدند به سوی خدا برمیگردانم. این کارهایتان که تعطیل شد و دنیا بر دل شما تنگ و تاریک گشت و دلهای شما پر از ترس و هراس شد، من به سویتان می آیم، هرچند که در قلعه های مستحکم پنهان شده باشید هم. امروزها شما حتی از یکدیگر حذر می کنید. ای کاش که شما از گناه های خود حذر می کردید. شما از جمعه محروم گشته اید، پس خود را از جمعه خدا محروم نکنید. اگر در خانه نشسته اید، پس با ذکر خدا بنشینید، الله را یاد کنید، جمعه دلها با خدا را برپا بکنید. ای مؤمنان، من که با رخصت پروردگارتان آمده بودم، پس تنها با امر او می روم. ای مؤمنان، خود را با آوازه های درباره من مشغول نکنید، بلکه خود را با صاحب امر الله متعال مشغول کنید، زیرا او تدبیر کننده است و در آخر به شما رسانیدنیم که من کروناویروس مخلوق ضعیف هستم که بر شما مسلط گردیدم و شما از من ترسیده اید. آخر فکر کنید که من کی هستم و شما کی هستید. شما بهترین مخلوق الله هستید اگر با الله باشید. اگر با خدا باشید هیچگاه از من نمی ترسیدید، زیرا که شما با خدای قوی رابطه دارید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.